سلام و خسته نباشید به تمامی دوستان عزیز. تو کلیپ قبلی بهتون گفتم که چجوری استیل رو از آهن تشخیص بدیم با آهن ربا. بعد این سری میخوام بهتون بگم که تو یه سری سوال کردم که قیمتش چنده. خب ما باید بدونیم چه سایزی میخواین، چه مدلی میخواین و چه کاری شما میخواین. ما سایزهایی که داریم از MDF سایز 76 داریم، 86 داریم، 96 داریم، 116 هم داریم. از این طرف مدل فلزی هم داریم، 80 90 این 100 و 120 هست. از همین مدل اینا همه استیل هم. اینا که شما میبینید اینا همه استیل هم. آهن ربا بهشون نمیچسبه. هر کار کنی وای نمیسان. این آهن ربا هیچ کدومشون نمیگیره. حتی اینا استیل هم. از همین مدل ها آهنم ما میزنیم. و برای اینکه گفتم چه مدلی میخواین چه سایزی میخواین، 76 حتی کلاف 5 و کلاف 6 و کلاف 7 اینا 3 مدل داره. کلاف 5 کلاف 6 کلاف 7 و هر سایز و مدلی هم خواستی کلافاشون هم میتونیم براتون تغییر بدیم. اینا رو بهشون میگن طرح سوپر. بهتون قشنگ نشون بدم. این طرح سوپرمونه، سایز 76 طرح سوپر. و اینم طرح بافتمونه که شما ببینید تمام آبچکان بهش حلقه شده. این میگن طرح بافت. و کلافش هم کلاف 7 و کلاف 6 هم بافتم این مدلیه. من یه شماره تماس میذارم، مدیر فروش ما آقای غریبه، و برای دریافت هر سایز هر مدل با ایشون تماس میگیریم. ما به همه جای ایران ارسال داریم. حتی این بار مال افغانستان بود که پروفیلی هم بود.